تحقیق اولیه زارولشوی 48 ساکن نویه شمس‌الدین شوین معلوم شد است که همه آنها از قروت یا دوغابی که محصولات اساسی قروت‌ها به حساب می رود زارآلود شدند. یک کارمند مسئول بیمارخانه سرایتی ولایتی شهر کولوب در صحبت با از پلیس گفت که این تنها نتیجه پیشکی است و آنها نمیدونند که قروت یا دوغی که برای آماده کردن قروت‌ها استفاده شد تحت کدام شرایط تیار شده است. به اطلاع منبع از 24 نفر زارآلود شده ای که در این بیمارخانه بستری اند 6 نفرشان کودکان می باشند. وضع سلامتی آنها بهتر شده است و احتمال همه آنها امروز از بیمارخانه رخصت می شوند، گفت او. در همین حال رئیس نویه شمس‌الدین شوین ولایت ختلان ظفر گلزاده در صحبت با از پلیس گفت حالا مشخص نشده است که 48 ساکن این نویه از کدام جزء قروت‌ها زارآلود شدند و سنجش حادثه زارآلودشوی از جانب مقامات حفظ حقوق ادامه دارد. او افزود همه 48 نفری که با نشانه‌های زارآلودشوی از غذا در بیمارخانه‌های نویوی و ولایتی بستری شده بودند مرخص شدند. گلزاده قید کرد که رهبریت ریاست تندرستی ولایت، مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت و زیرساختارهای آنها فوراً به جای حادثه حاضر شده سبب زارآلودشوی حادثه را معاین می‌کنند. همه ساکنان با علامت‌های دل به حضوری در بیمارخانه بستری کرده شدند. به آنها سر وقتیاری ضروری طبی رسانیده شد، گفت او. یادآور می‌شویم 24 ینور سال جاری 48 نفر پس از استعمال قروت‌آب در خانه یکی از ساکنان روستای چگم نویه شمس‌الدین شوین زارآلود شده به بیمارستان انتقال یافتند.